خب شما جمع کنم که خوب گوا هر سازه شین. باشه برم بزید گسالارم حلف اندازم. این 4 تا گرد دگم که به سرای بزنم حلف برم. حالا رمضان مونده نباشی. سلامت بشین الله. پای خیریاته. یا راست خیریات جان خیریات بخیری. چی رقم و تو گفتم میخرم. اما مطالعه مردم قدیم دروغ نبوده میگه غم نداری بوز بخواد خوب جنجال تیار کردی برو. چرا جنجال؟ ای برو. ساعت متیر هر دم میرم علف تره میکنم میارم به گوا. او خوبه. ای با جنجال داره. برورمه میگه مقدار مول بخر به اندازه که تو را دستپا نندازه. تو ولی مقدار مول خریدی کنون نیک علف از اینا پورا کده میتونی، نیک کو از اینا پورا کده میتونی، نی بدی از اینا پورا کده میتونی، نی عمل خوشکی از اینا پورا کده میتونی. تا به هم شوم هم خود از اینا به جنجالی. الله جان تو غم از این گوا نخور. 7 تا گو اینجگاه 4 تا به سرای 4 تا هم گساله 11 تا 11 تا که من به می تنه و به می هیکل و به می قیافه نتونم جمع کرده. تو برم خود به تسرک درست کشون که تله را بالا میتیشه. این 4 روز ما بگو نمیگم که این 4 روز تو جمع میکنی. تو سر بکو یک ماه جمع کنی اگه به گپ ما باز پشیمون نشدی هر چی تو مستی بگو. حالا به خود کارگر میگن که مخصوص علف داره کنه به میگه اومد. ها علف داره کنه کو علف تو. میگم 4 پل سبز دارم. 3 پلم شفتل دشتیمونار بیده کردم. کا دارم، پورخه دارم. پس اینا چی مایه بخوره؟ من به فکر از اینا نیم. خوب گپ میزنی برو رو خوربه گردم این 3 پل سبز تام یک ماه خرج از اینو. 4 پل یک ماه خرج از اینو. 15 درم میشه سبز. گپ اینو رو باز یاد میکنی. چی گپ؟ من میگم به تو میگم چیزی کاری بکو به اندازه که تو را دستپا نندازه. باز این گپ من یاد میکنی. انا من به تو بگفتم و نگفتم. دستپا من بنداخت میفریشم پولای اینا. میرم معامله دیگه میکنم. تو غم از این کارا نکن. اینا روز به روز بالا نمیره. اینا روز به روز کاسر میکنه. نورالله تو عمر خورغم می همسایه خودی که کله تو کل شد. اول نداری به دبه بزنی. کاری بکن به اندازه که تو رفا نندازه. من که امی کارا امی گودری من رفا بندازه دیگه. من اینترنت به چی کلام کردم. وای هر کس مثل خود فکر کن. هر کس مثل خود فکر کن. میت بی غیرت. این به فکر چی هست؟ کاری بکن به اندازه که تو رفا نندازه. کاری بکن به اندازه که به روز 1000 په 2000 په شیر بفروشی. به همین شیرار بفروشی تو ریشته مزده میده. کار هم ماه دیگه. هیچ کاری بی زحمت نیه. دانا بسیار با پا گروه کلالا میدیه و برای انالی برم بومو که چه کار بشده این گساله. چره؟ ها؟ چی می؟ علاقه جو کنه. من همین گساله گسپندا نکنم کجایم؟ چه کاره که چی گفته؟ حالا به شما چی بگم؟ حالا گساله ناجور شده. چه گساله؟ همون گساله دیگه همون ابلا؟ همی که شاخهای تلیه. همی هست روز بود کنم توال الده گساله الده نه دیگه لالا گردن و من همیشه خراب نیه که میگی دمیت داره. تو برو از زمین نبی علف بندازم اینا رو ببرم بر ببرم چه کار کنم؟ من قدیم راست میگفتم کاری بکن به اندازه که تو رفا نندازه. اولا قوه نفر میگم تو می کارا رو که کار بکن به اندازه که تو رفا نندازه. گفتم تو بزی گپا چیز نکن. تو به قصی از این گپا نباشه. همون گساله اگه بمرسی تا اون ایدیتی به گردن شد. همین تنویر به سر شونه حکومت قدم زده برو خوندن کرده برو میرسی به تحت 200 عملانه پول بود تو وقتا کسی حکومت یک پیچکاری بزو کار کنه بگو نقشار نمیکنه تیار میشه. اگه بمرسی نمیموره شنفیلی نزدیک جیر جان. 4 طرف خاطر گساله خیلی دیدی با خوش داره که یکی به کار بیایه.
ای وقتی که بگه اگه به کار دومد که حداقل حروم نشه میگه اگه بمور اگه خود شما ببری چی؟ اینا ای مایه اینا علف مایه اینا جمع کن شهید اومه به خدا. البته من اینجا به سر زمینه از صبح میرقصم هر کدوم از اینا حال به ما آدم قدیم شدم و مطل به تیر میکنم کار بکن به اندازه که تو رفون اندازه من میفهمم به اندازه او بعد برار که اتنبلی گپ میزنه مردم هم چشمای اینا بعد 12 تا گوساله خریدم از دروغ به من کار بکن به اندازه که تو رفون نادو شدی بابا با یکی یه بمی لالا بگه یک در به او گوساله میشه کن تیم باش دیگه بسید فرو بنا کار خود تو ما تو نوعقه به خان خوی نختی کجی جان چیکار میکنی؟ هیچی مامونه روی گوساله ما مریض شده که راه نمیره در دل ببر بیا ایوون بیا که بریزی بیا کجا میبری؟ میبرم همی دم غلایی به همون دکتر نشوندم فکر کنم یک پیچگری ماه دوای ماه دگی بری ایوون کار کنه ناخورم شده هیچی نمیخوره نمیخوره چی؟ هیچی نمیخوره بری گلی ایوون هیچ اصلا نمیخوره دنم او هم نمیخوره او خیلی بخوره چکار شده مامونه رو نمیفهمی این شکم از گریف کرده اشته گریف کرده ها؟ یعنی سردل کرده آه هیچ اصلا نمیخوره آه یعنی ایته یک چیز دیگه چکاره برو تو باغچه رو بفروخته که میخور از جنجال فارغ میگه بخور به جنجال گوه انداختی 10-12 تا گوه ما چیکار کنه من نمیفهم چکار آدم کوکو جو کار میکنه که همین تو کار کنه که تا اندازه که نیکه خور اپ اندازونه ای مامان رو طرف نگرده که تریش از سیکو بله ای بورک به دواخونه تا که شربت میره به دهنه ببورک پش کن بری بیا گیری دمم داره بچه کجی بله خیلی مامان رو سنگینم است من نفهم سنگینم از اینجا جمع کنم گرم ببرم خرمن کنم دور باشه گیلا زنده باشین لله جایی برو چکار میکنی؟ الان دستار جمع میکنم برار من ببرم اینجا خرمن کنم مانده نباشی جور بشی کجیه رفیق عریض که گله گله دیگه اینا ما هرچی من زمین واسه دستم درد میکنه برار دیگه تو چی رقم آدمی بودی از صبح تا حالا مثل گویری کار میکنه سرقی دست کشتمند و کشتکار هیچ وقت درد نمیکنه تو سه کشته اولاد شده اینا هم عظمت امی کار امی زمین و بل زدنه دستا شما درد نمیکنه حال فولاد گشته بالیا کله تاسر کلتان فولاد گشته خیلی گاب نزن آه گیلا امینا تار رمان ببرم سر خرمن اینا جمع کنم که چیزه چند روز میشه اینا درو میکنی چی اینا همه چند روز میشه درو میکنی اینا برای اگر راست ببوسی از صبح تا باش نمازدگر ما یک کبیدم 10-12 تا گوه بستون در حال جمع کرده هم نمیتونه ببری گفتم برو یک 5 تا 4 تا میتونی که بدون رسیدگی هم کرده میتونستی کاری بکو به اندازه که تو را دست پا نه اندازه برو خور بگردون تو هم حال در زمین تو یک درو کنی یکی هم میشه برگاری بگید که خودت کمک کنه مرا دست پا میندازه با نه نمیندازه این کار به یک نفر میشه قلنی لا رفق سعی که تو با حالا ما کارگر از کجا بیارم ما کارگر تو ازم صبح میام خود شروع میکنم کاره با بمی کم کار کردم این مردم عمر نمیشناسه تو اگه بیای به سر زمینا خرمنا مال خودمو جمع کنی ننتون بیای رختا مال بشوره اونون پخته کنه خرج خورم بیاریم شما مادر بچر نمایی چره ما چیکار شده مادر تو میایه یک چیزی به چهره بر میبینه خوردیو به چیزی به خونه داریم که کار میشه همین ببارم بخور مادر من که زن دلسوزیه بردا ببر تو هم که میای دیلک نام خدا خیلی شیلی داریم به خیر خوشی خرمن خلط شد اگه میگی پیش خرمن یک پشته بردارم ببرم انا چه کار میشه دل من مثل دل سنگه دیلا میسوزه حالا بمی زمین و زمینداری که شما خدا به شما بداده اینو خیرات نداره اینو زکات نداره
اگر شما با ما کمک کنیم همینو سراج جو برو کاری بکن به اندازه که تو رفت اندازه. برو. من دلسوزی خوب تو گفتم من میام اینجا خودت کار میکنم. برو. والله هم کار نکنم. چند حقوق داری؟ حقوق کم دیگه، همین چیزی که به من مردم میدن. چند؟ 300 خرج یا بی خرج؟ بده خرج دیگه. چند وعده؟ صبح تا شب. شنگ کوچوری آخور اشوه بده مو خور تسر تو مثل سرک پول مالون یا سر بیای مال کار کنم. برو. چی گفتی اندازه چه کار چیه؟ گفتم می تا کاری بکن به اندازه که تو را دست پا اندازه. 2 روز دیگه کار کنی دست پا میفتکی. دست پا من میفتم. ها دیگه پس چه کار میکنی؟ اگر دست پا خمیت نفت دادی هر چی تو مستی با بگو.